الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، برادر سوال نمودند که در حالت مختصر به ما بیان بکنید که آیا اون آیت های قرآنی که در تکفیر مشرکین آمده است به مشرکین اصلی که به اسلام انتساب نشده اند به اونها دخل دارد و کسایی که لا اله الا الله میگویند و به شرک اکبر واقع میشند به اونها دخل ندارد؟ البته این سوال برادر را ما در یک چند کشف شبهات اهل بدعت جواب دادیم. جواب ما به یکی از جهمی ها و مرجع های غلات تاجیک محمد شریف در این مسئله، یا که جواب ما به مبشر مسلمیان را در همین باب نظر بکنید، تقریبا 50 دقیقه 30 دقیقه زیاد صحبت کردگی هستیم. اما در حالت خیلی هم مختصر برادرها میخواهند همین مسئله رو فهمند. مسئله رو تصور میکنیم. مسئله چه خیلی است؟ ما وقتی که به اهل بدعت از مرجعه های غلات دلیل میاریم از قرآن و از حدیث که الله و رسولش مشرک ها رو تکفیر کرده است، این مرجعه ها به ما میگویند که این دلیل های شما، این تکفیر هایی که الله در قرآن کرده است فقط به کافرهای اصلی تعلق دارد، یعنی به یهود و نصارا، به مشرکین و بودیست و مجوس. این دلیل های شما به یک آدمی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید دخل ندارد میگند. ما تقریبا به 10 وجه 20 وجه جواب دادگیم، لیکن مختصرا یک وجه یا دو وجه رو بار دیگر جا میتیم. ما میگیم که این سخن شما باطل است، بلکه ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که وقتی که الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را به مکه همچون رسول فرستاد، مبعوث کرد، 5 دین وجود داشت: دین یهود، دین نصارا، دین مجوس، دین سابعه و دین مشرکین. دین مشرکین هم مثل دین یهود و نصارا است. دین مشرکین چه خیلی دینه که بعضی آدم خودش رو در ملت ابراهیم میگد یا که در ملت محمد صلی الله علیه و سلم میگد لا اله الا الله محمد رسول الله میگد و بعد از این بین خود و بین الله واسطه میگیرد، قبرها رو میپرستد. این دین مشرکین است. پس کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گوید و به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شود، این به دین مشرکین رفته است. و کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله بگوید و به گردنش کریستی این کفار نصارا رو بندد به اهل کتاب واقع شد، این رو مشرک گفته می شود. و همون آیات هایی که در تکفیر مشرکین آمده است هم به یهود و نصارا تعلق دارد، هم به مشرکین تعلق دارد. و هر کسی که خود را لا اله الا الله محمد رسول الله گوید، مسلمان گوید و قبر پرست شود، این به دین مشرکین رفته و همون آیات ها به اینها دخل دارد. این یکم جواب است. جواب دوم مختصرا همین است که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا میگن که این میگن سخن مرجعه های غلات است که آیات های قرآنی که در تکفیر مشرکین آمده است میگویند که این فقط به کافر اصلی تعلق دارد، بلکه میگن این عقیده باطل است و این سخن غلط است و خطا است. اگر این سخن رو ما درست بگوییم، بسیار جای قرآن رو ما چی میگیم؟ تعطیل میکنیم، انکار میکنیم، بیفایده است. قرآن بیفایده است میگن. از سخن مرجع قرآن بیفایده میشود. بلکه میگن این قرآن چی است؟ به همون قاعده عمل میکنیم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. عبرت به عموم لفظ است، نه به خصوص سبب نازل شدن است. هر عبرتی که از قرآن گرفته میشد عموم لفظ است. به لفظ قرآن نظر میکنیم و عمل میکنیم. به کی نازل شد، چرا نازل شد، این فقط برای فهمیدن معنا است، نه به حکم تغییر نمیده. و این چنین شیخ عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب میگن که هر کسی که بگوید که تکفیری که الله در قرآن کردگی است فقط به کفار اصلی تعلق دارد و به مشرکینی که خود را به اسلام نسبت میدهند تعلق ندارد، بگوید این سخن باطل را گفته و قرآن را تعطیل کرده و انمین سخنش کفر عظیم است. به سبب این سخنش ما قرآن را بیکار میکنیم میگن. بلکه هر کسی که خود را به ملت اسلام نسبت بدهد و بعد از این شرک اکبر رو کند، این به دیگر دین در آمده و به دین مشرکین در آمده است. اگر به دین یهود و نصارا و به دین مجوس یا به دین سابعه در آمده باشد، به دین مشرکین در آمده است که این رو مرجعه ها نمیفهمند. پس تکفیری که الله در قرآن کرده است مشرکین را، این به همه کسان دخل دارد که به شرک اکبر واقع می شوند، زیرا به اجماع این امت علما قاعده رو بنا کردند: عبارت به عموم لفظ است، نه به
خصوصی سبب. بکی نازل شد بکی نازل شد، ما بکی نازل نشد به ما فرقی ندارد. به ما عبرت به عموم لفظ است. همین عموم لفظ قرآن به همین عبرت گرفته میشد. بارک الله فیکم. با همین میفهمید که سخن این مرجئه ها باطل است.